بسم الله الذي لا یضر مع اسمه شیء و هو السمیع العلیم. انا امینم 3 بار اگر خوانین و در بدنتون دم اندازین، این شما را از همه جادو و از همه کارهایی که بند کردگان همش انشاءالله دور می شود و کارهای شما کشاده می شود. این از بهترین طبابت برای همه ما و شما بندگان خدا. انشاءالله سحر که خیستی همین 3 باری بخوان، در دستان بدمین، در تمام بدنتان مالین. شبم که خواب کردنی شدین انا همین ها را در دستاتان خوانین، در بدنتان مالین. از ضرر جین، از هر ضررهایی که خداوند دارد خدا شما را نجات میدهد. دیگر نه نل بکاو، نه خار بکاو، نه قلنفر بیارو، نه گویم فلان و فلان. اینا هیچ حاجت به اینها نیست دادرای عزیز. اینا هیچ کدامش کشایش و بلا را دور میکردگی نیستند.